را که تفسیرش نگاه کردیم از مشقت های پیغمبر خدا برای آمدن به مسجد خبر میداد. و امرأته حمالة الحطب، این بدبخت جمیله را خداوند وعید میکند. این جمیله زن ابو لهب بود، زنی یکی از دشمنهای خدا ابو لهب بود. این عمک پیغمبری خدا بود. زنی وای جمیله دختر حرب و خواهر ابو سفیان بود. خداوند وصف میکند که این جمیله چیکار میکرد؟ حمالة الحطب، این وقتی که روز میشد از پی خارچینی میشد، میرفت از ادیر خار میچیند، درزه خار میگرفت میآورد. شب که میشد از دروازه پیغمبری خدا سرکردگی تا نزد مسجد این خارها را تید میکرد، میپرتافت. گاه مفسران میگوید نجاست این پلیدم همراه اون خارها عررش بود، میپرتافت. پیغمبر خدا که از این حال آگاه شد چندین بارها اذیت کشید، همراه اصحاب پر از خون میشدند، عذابها میکشیدند، خار ملغیران بود. گفتند جمیله تو که در پهلوی من همسایه هستی، من به تو یگان آزار نمیدهم، چرا اینقدر آزار را برای من روا میبینی؟ این دشمن خدا خرسند میشد که محمد را آزار من تأثیر میکنه. تاریخ محاربی میگوید در تفسیر، روزی میگه در بازار نگاه کردم یک جوان آواز بلند فریاد میزد، کسی بگوید که لا اله الا الله محمد رسول الله در نزد خدا نجات مییابد. و از پس او نگاه کردم یک مردی را که یک سنگ در دست داشت، گاه در پشت این جوان میزد، گاه در پای این جوان میزد. این بازار ظلمجاز بود میگه در مکه مکرمه. وقتی من پرسان کردم حیرت دماندم این جوان کیست و این مرد کی باشد؟ گفتند این جوانی که میبینیم مردم را دعوتی به لا اله الا الله محمد رسول الله کرده ایستاده است، این محمد است صلی الله علیه و سلم. و این مردی که از پس او میزند و پشت مبارک اینو پایهای این خونالود کرده است، این ابو لهب است، این شوهر جمیله است. شوهر جدا آزار میداد، زن جدا آزار میداد. وقتی خداوند آیت وعید روان کرد، سیصلی نارا ذات الهب، زود است ای محمد غمگین نشو، این ابو لهب همراه جمیله همراه زن خودش وارد دوزخ میگردد. جمیله میگه در دست یک سنگ گرفت خانه کعبه آمد. اونجا رسول اکرم نشسته بود، در پهلوی ابوبکر صدیق نشسته بود. سنگ را گرفت آمد ابوبکر را دید، گفت ابوبکر این رفیق تو در کجاست؟ مرا حجب میکند، مرا مسخره میکند، میگوید که من همراه شوهر خود وارد دوزخ میشم. اگر محمد را بیابم این سنگ در فرق سر او زده میشود. مفسران میگوید این معجزه پیغمبر بود، در پهلوی ابوبکر نشسته بود، لکن خدا چشمان جمیله را کور کرده بود، نمیدید. ابوبکر گفت جمیله در پهلوی من کی نشسته است؟ این جمیله گفت چی مرا مسخره میکنی مثل دوستت؟ در پهلوی تو کسی نیست. این آزارهای ابو جهل و جمیله برای آمدن پیغمبر خدا به مسجد، یا برای آنی که فقط چی میگفت؟ ربی الله، خدای من یکه و یگانه است. همه این آزارها بهر همین بود. الحمدلله که امروز این آزار که در ما و شما دیده نمی شود، اینا باید همه ما و شما شکرانه. و این راحتی که الحال شما یافتید، این راحت هم همه مشقت اون حضرت بود که امروز ما و شما به این روزهای نیک رسیدیم. جمعه پیشین موعظه ما و شما در باب نشانه های قیامت بود. الحمدلله که از این نشانه ها 7 نشانه شما شنیدید و باقی از این 3 نشانه دیگر مانده است که الحمدلله الحال
خداوند زبان ما را گویا بگرداند برای شما این سرگذشت سه علامت دیگر را به سمع شما میرسانیم. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. ابن عباس میگوید پیغمبر خدا یک دعا را برای ما بسیار تعلیم میداد، چگونه ای که یک سوره از قرآن را برای ما می آموزانید، این دعا را هم برای ما دائم تکرار میکرد که پس هر یک نماز هر یک امتی من این دعا را بخواند. این چه دعا باشد که مثل سوره قرآن پیغمبر خدا بر امت تأکید کردند که اذیت بنماید. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. پیغمبر خدا فرمودند پروردگارا پناه طلب میکنم به سوی تو اولا از عذاب جهنم، از عذاب دوزخ که برای بنده های گناهگار آماده شده است، و حرارت او از حرارت دنیا 70 برابر زائد است. خدایا به سوی تو از او پناه طلب میکنم و خدایا به سوی تو از عذاب قبر پناه طلب میکنم که عذاب قبر بر همه رسیدنی است. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ حضرت جامی میگوید رفیقم از دنیا گذشت، رفته پرسان کنم حال تو در این خانه چگونه است. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ گفت احوال چی پرسی که بیایی دانی؟ احوال مرا چی میپرسی؟ این احوال ما برای تو چگونه بیان کنم؟ وقتی که تو وارد این خانه شوی خود آگاه میشه که این حالت چه حالت است. پیغمبر خدا دعا پناه طلب کردند خدایا از عذاب قبر مرا نگه بدار. و سوم گفتند خدایا از فتنه های زندگی و فتنه های وقتی جان سپاری نگاه بدار. و در آخر گفتند خدایا از فتنه مسیح دجال ما را نگه بدار. این دعایی هست که همه شما پیغمبر خدا تعلیم دادند که بعد هر یک نماز شما پناه طلب کنید. برادرای عزیز، شما یک خلاصه برارید. پیغمبری که اینقدر عظمتی داشت، اینقدر بزرگی داشت، از فتنه دجال پناه طلب کردند. فتنه دجال خیلی فتنه کلانی هست. حضرت حذیفه میگوید همراه اصحاب پیغمبر خدا در باب قیامت بحث داشتیم. بناگاه رسول اکرم از پیش ما گذر کرد، گفت موضوع شما چی موضوع هست؟ گفتیم موضوع قیامت است. رسول الله گفتند لن تقوم ساعت حتی تکون قبلها 10 آیات. ای امتان من، تا 10 نشانه را شما با چشم خود نبینید قیامت آن روز وحشت بالای شما نمی آید. که آن چی بود؟ یکم طلوع آفتاب بود، از جانب مغرب به جانب مشرق حرکت میکند. دوم دعوت الارض بود که با مردم سخن میگوید، جانور است با زبان آدمی گپ میزند، ما و شما را نصیحت میکند. سوم دخان بود، دود بود که 40 روز در روی زمین ایستادگی میکند و از این دود کافرها ورم میکنند، از گوش و بینی آنها زرداب سر میکنند. چهارم این آتش بود، پیغمبر خدا گفت از شهر یمن میبراید. اگر شب در کجای باشین، روز در کجای باشین، این آتش همراه شماست. فقط بر شما باد که به طرف شام سفر کنید. پنجم چی بود؟ فروروی شهرها در جانب مشرق گفتم پیغمبر خدا سر می شود. ششم گفتم فروروی شهرها در جانب مغرب
سر می شود. هفتم گفتند فروروی زمین ها در جزیره های عرب سر می شود. اینا هم نشانه های قیامت است. هشتم پیغمبر خدا گفتند دجال می براید. نهم گفتند حضرت عیسی پایان می شود. دهم گفتند یأجوج و مأجوج را که تفسیرش نگاه کردیم